به تمام دخترها یک سوال دارم. آیا میخواین زن پادشاه شوین یا غلام؟ این ویدیو بر کسایی هست که نامزد هستن و نوارستن و نمیفهمن که چطور رفتار کنن و او خانمایی هم که شوی کردن اونا میتونن گوش کنن. هنوز دیر نشده، هیچ وقت دیر نیه بر تغییر کردن. سوال من اینجی بود که میخوای زن پادشاه شوی یا زن یک غلام شوی؟ طبعا کلگی ما میخوایم زن پادشاه شویم، هیچ کس نمیخواد که شویش غلام باشه یا گدا باشه. خب اینالی خدا کنه که یک زن که یک واقعا دیگه که یک پادشاه عروسی کنه که پیزدارترین و مشهورترین و به نامش نیکترین باشه. خب اگر او زن بلد نباشه او را او گدا جور میکنه. اگر یک زن امرا یک دانه غلام عروسی کنه، خب کسی که مثلا هیچ چیزی نداره ولی او راه و روش شریعت داشته باشه، واقعا او با پادشاه تبدیل میکنه. پس ما زنها نباید خود دست کم بگیریم. اولینش چی است؟ خب نباید شما هیچ وقتی شوی خودم رای کسی مقایسه کنیم. خدا کنه ای را از دل شما انجام بدین. این نباشه که شما فقط یاد بگیرین که من یک دانه غلام با پادشاه تبدیل کنم. نه، خدا کنه عشق شما واقعی باشه و بفهمین که چی رقم دارین رفتار میکنین و چی صدمه‌ای دارین شما به طرف مقابل خودت میزنین نادانسته. خدا کنه زندگی شما از روی عشق و علاقه باشه، نه که فقط ما دیگه یک شوی کنم یا ما یک خارج برام یا ما یک تشکیل خانواده بدیم. خب این حال ما چطور رفتار کنیم؟ اولشی که وقتی نامزد میشی شوی خودم رای هیچ کس مقایسه نکنی. امرای نامزد خوارخونده خود، امرای یازنیخ، امرای مچم شوی امیخ، مچم مردای دیگه هیچ وقت شوی خودت مقایسه نکن. چی از نگاه ظاهر است، چی از دارایی است، چی از اخلاق است، هیچ وقت خوب یک مرد دیگر پیش شوی خودت نکن. تعریف یک نفر دیگر نکن. بعضی وقتا بدل میگم که دیوار بیشنوه. خب مثلا یک اخلاقش خوشت نمیآید، مستقیم برش نمیگی که عزیز مزمی اخلاقت مثلا امیر یکم تغییر بده. خب مستقیم هم نباید بگیم، بدشان میایم از یک نفر دیگه تعریف میکنیم و چی شوی ما بهش بر میخورم، بعدش میایم که مثلا خب او از ما کرده بهتر هستم. این حال دیگه او بدتر میشه ولی خوب نمیشه. خب هیچ وقت مقایسه نکنیم. بعضی وقتا هست این حال تو نامزد میشی، تو نمیخوای که مقایسه کنی، تو خیلی یک دختر خوبی هستی، یک خوارخوندید که هسته یک کمک زر دیگه حسود رقم دیگه، حتی او حسودی میکنه به میگه تو آرامی. خب مثلا اینمی ایدیش که یک جور کالا یا یک جعبه شیرینی هسته، تو خوشحالی، تو راضی، ولی او ازمی حسودی میکنه که چرا بینمی کمی قانعه. خب او دیگه میای شروع میکنه، خب بر تو انگشتر طلا آورد، بر من انگشتر چیز آورد، الماس آورد. خب یک کاری میکنه که تو ناراحت شوی، این جیم تو ناراحت نشو. فهمیدی؟ بگو که شوی من نمیر خوش دارم، فهمیده؟ اینمی توفیشت من خوش دارم، بر خودتم زیاد خوشحال هستم که همون چیزی رو که خوش داشتی برات آورده. خلاص به این بازی ها هیچ وقت اشتراک نکنین. زندگی شما نابود میشه ولی خوب نمیشه. خب شویخ مقایسه نکنین. یکی دیگه شه احترام در جمع. اینا علی چویت میایه ما چی رقمیم؟ خب اوغانیا زیادیایش حال خدا کنه که شما ایت نباشین. خب اصلا خجالت میکشن که اون نفر ناز بدن، احترام کنن، یک جانم بگه، قربانم بگه، که آمد مثلا یک پیاله چای تو برش ببری، یک پالویش بشینی. از این چیزا ما بخی میشرمیم، فقط با قصه کردن تیاریم، شرکم بزن تیاریم، برای این تو چیزا باز ما خوب یاد داریم. خب ولی احترام در جمع خیلی خوب است، زیاد. خدا کنه کلگی آدمای کلان باشه، نه ولی نمی نامزد خودت 19 ساله 20 ساله ریزه دیگه، نه ولی اینمی احترام تو که تو بزو توجه میکنی، میری بهش یک پیاله چای میاری، با مثلا اگر خیرختای کار خاماده، اگر خیرختایش مثلا کونه یا پاره، تو خجالت نکشی. فهمیدی؟ تو بهش افتخار کنی، خوشحال شوی، از دل تو خوشحال شوی که مثلا ناماده داخل نمی جمع آمده، خدا کنه به خانه یا به بیرون هر جایی که هست، تو از او مثلا خجالت نکشی، از ظاهرش یا مثلا از چیزش خجالت نکشی، بری پالوش بشینی و احترام کنی. اینا خیلی خوب است. خب تشکری چیه؟
یک چیزی برات میاره، تشکری کن. تشکر عزیزم، تشکر صمیمین. خب ما هیچ وقت نگفتم جواد جان، همیشه گفتم جوادی. خب تشکر جوادی، تشکر جواد جانم. فهمیدی؟ اینه تو تشکر کنی. میتونه باشه کی آوردیو؟ هیچیه، من نمیخوام دیگه. یاد نداری برادرت که است بر زن فلانی چیز آورده، تو بر ما رفتی فقط یک دانه گل آوردی؟ والنتاین ما چون برادرت بر زن خودت انگشتر طلا آورده، تو بر ما رفتی یک دانه سیت نقره آوردی؟ اندازه برادرت نمیشی؟ بیخی دور نه، امیر نزدیک توی کت برادرش مقایسه کرده. نالی تمام عمر مادرم یا بچه رو کت زمو برادر مثلا مقایسه کرده، این کم زده اور تا زده، اینجیم زنم همی کار کرد دیگه خلاص شد. بله مرد خود خوب نمیدانه، میگه یعنی ما بر زن خود کافی نیم. هر تلاشی که میکنه خدا کنه کوچکترین چیز بر شما بیاره، خب شما باید مثلا خوشحال شوین. حال چی میکنه؟ این الماس کتر بیاره به دستت بکنه، مقصد او کلگی به غرض باشه. یا باشه که مثلا شوی تا 12 بجه شام نمیای خانه، بدبخت جان کنده رایی از این شیفت دو شیفت 8 ساعت یک جای کار میکنه، 4 ساعت یک جای دیگه کار میکنه، 5 ساعت یک جای دیگه کار میکنه، همش در طول 24 ساعت 4 ساعت خواب میشه. فقط چی ما توقعات امی زن خودش پورا کنم. این در محیط کار میگه تو خانه نداری، تو عروسی نکردی، تو نامزد نی، تو چرا قدر کار میکنی؟ والا این توقعات زن نمیگه خوام توقع نمیفهم اولش. خب میگه زن میر میخواه اور میخواه کلگی تو رو میایه چی میکنه، یو چی رقم زن داره، یو تو ریچ خوش نداره، یو فقط از پشت پیسه توی، یو نه تو او مردم پر میشه. باید هم پر شوه، باید حق بدیم برشنا که پر شوه. پس توقعات خود کم کنیم. خب خورد باشه، ریزه باشه، یک لبخند، یک تشکری، بس خلاص. او دیگه ندوان که او از پشت یک کار دیگه هم برای او اینجا خوب خارج او بر میگیرن، تکسی دوانی میکنن بعد از کار خود فقط چی که حالی ما باید پیسه بدم بر زنخ که برو ناخون بر خودخ بشانه. خیر یک رنگی ناخون بگی بزن برخ، فهمیدی؟ ولی شوی خودخ از پیشش تشکری که اور کم نزن. اعتماد، حمایت. مردا زیاد خوش دارن که میزنایشنا پشتشنا باشه. همیشه خدا هر چیزی که میگیرین به خانه از پیشش پرسان بکنین. مثلا جای میرین یک دفعه برش بگوین ما امروز مثلا خانه خوارخ میرم، خب مثلا ما یک شاپینگ میرم، امروزهای اول خیلی مهم است. خب از پسان هیچ که نگفتیم دیگه خودش میفهمه. خب ولی اولا خیلی مهم است که تو مثلا برش یک پیام روان کنی که بگوی یار ما اینا مثلا اینجی هستم یا اونجی هستم یا فلان میخوایم دعوت کنم، مورا از پیشش چی مشورت میگیره این یک شنبه مثلا فلانکیر دعوت کنیم. فهمیدی؟ این چیزا که است زیاد سر مرد تاثیر میکنه. و لطفا بیای محبت بدون کدوم دلیل داشته باشیم. خب اول قبل از اینکه عروسی میکنی تو باید فکر کرده باشی. خب تو شوی قد بلند میخوایی، قد کوتاه میخوایی، سفید میخوایی، هیکلی میخوایی، بچم ورزشکار میخوایی، بچم پیسه دار میخوایی، هر چیزی که تو میخوایی قبلش تو باید فکر کرده باشی. ولی وقتی که تو را گرفتی باید محبت بدون دلیل داشته باشی. این که نیه که مثلا برش بگویی که کاش که چیز می بود، کاش که کم قدت بلند می بود، کاش که تو ورزش می رفتی، خب کاش که تو پیسه دار می بودی، کاش که اینطور می بود اونطور می بود. نه، یا اگه مثلا برات سیت طلا خریده کاور طور خوش داشته باشی و دی کنی و کاسه کنی و محبت کنی. اگه که مثلا یک دانه گل ریزه برای تا دور بندازی و مقایسه کنی خیخ برادرش و خیخ بچه خالش و خیخ دیگه و خیخ فلان بستان، ایتو چیزا نکنین لطفا. زندگی خود خراب میکنین. خب زندگی خود تلخ میکنین. او مرد یک روزی به یک جای میرسه. خب باز اون مرد که بر تو میگه که یادت هست در اون زمان تو اصلا من نمیخواستی، یادت هست در اون زمان همه گیر تو به سر من میزدی که او داره و مقبوله و چکاره و فلانه، توی هیچ چیزی نیستی. و آخریش چیه؟ مرز داشته باشین. خب مرز پاکستان و افغانستان واری نباشه
که همین تو قاچاق میرن و میاین مثل مرز افغانستان و پاکستان و ایران نباشه، خب که همین طور چی باشه، مرز داشته باشه. این مثل استرالیا هم نباشه که یگان دفعه با کشتی مردم میایه، خب یک مرز خوب سمسایی داشته باشه. این چی مانا؟ یعنی که اگر تو کتشوی خود جنگ کردی، بحث کردی، تو نیایی مشکلات دو نفر خودت تو بیایی برای چی بگویی؟ برای خانواده خودت قصه کنی، با خوارخونده خودت قصه کنی. یک چیزی را شوید بر تو اعتماد کرده که تو مثلا هم صحبتش هستی، زنش هستی، به تو اعتماد کرده، میای بر تو میگه، تو میری برای کسی دیگه میگی. این کارا رو هیچ وقت نکنین. رازدار شاغل خودت باشین و جنگای خودت نه بر خانواده خود نگوید. خانواده خودت اجازه ندین که بیای مداخله کنه بین شما دو نفر سوم بیای که شما به سر چی جنگ کردین. امیت تو که ما خیلی از گپای خصوصی اتاق خودت ما نمیم به کسی نمیگیم، فهمیدین؟ جنگای خودت به کسی نگویم. امی میشه که چوی ما از چشم کسی نمیفته. چرا؟ چون زن و شوی جنگ میکنن، آشتی میکنن، جور میشن. ولی اگر یک بار شوی تو از چشم دوستت، فامیلت، قومت افتید، او دیگه جور نمیشه و او مردی احساس میکنه اینا دیروز که ما چقسم رفتار میکردن، امروز که ما چقسم رفتار میکنن. پس کلگیش دست ما زنهایه که ما چی رقم امرای شوی خود رفتار کنیم تا اونا یک پادشاه شوند و ما ملکه شویم. تشکر از کلگی شما. روز شما خوش. خداحافظ.